امروز میخوایم توی این ویدیو ببینیم کدوم برنامه نقاشی واقعا بهترینه. پس بزن بریم. اولین برنامه اسکچ بوک هست که 400 میلیون نصب داشته توی گوگل پلی. اسکچ بوک خیلی برنامه ساده و آسونیه. مخاطب‌های هدفش هم کسایی هستن که نقاشی روی کاغذ رو یاد گرفتن و حالا میخوان نقاشی دیجیتال رو هم امتحان کنن. اما هیچ علاقه‌ای به اون همه ابزارهای سخت و سردردآور دیجیتال آرت ندارن. اسکچ بوک براش‌های خیلی ساده‌ای داره. 2 تا پاکن داره که هر دوشون صافتن. کار کردن باهاش هم خیلی سریع میشه یاد گرفت. ولی من اصلا از این برنامه خوشم نیومد چون خیلی ساده بود و من تصمیم گرفتم برای تست این برنامه این جوجه رو بکشم، چون احساس واقعی من نسبت به تصمیماتمه. شما چه احساسی نسبت به تصمیماتون دارید؟ با ایموجی توی کامنت ها بهم نشون بدین. این برنامه رو من بیشتر برای درس خوندن یا تدریس یا کسایی که صرفاً یه برنامه نقاشی ساده میخوان پیشنهاد میکنم، اما به نظر من برنامه‌های بهتری هم برای استفاده هست. قبل از اینکه شروع کنم بگم از اینجا به بعد من تصمیم گرفتم برای تست کردن اپ ها پینترست تصمیم بگیره که من چی بکشم. مثلا می نویسم فیگور و اولین عکسی که اومد اون میشه فیگورمون. بعد می نویسم لباس و اولین عکسی که اومد اون میشه لباس کاراکتر و غیره. و عکس هایی که پینترست بهم پیشنهاد داد اینا بود برای فیگور و لباس و میکاپ و مدلمو اکسسوری. آی پینت من رو نجات داد واقعا وقتی که هیچ برنامه‌ای روی گوشیم نمی اومد. من همه برنامه ها رو نصب کردم ولی بیشترشون روی گوشی من کار نمی کردن. حتی آی بیس پینت. آی پینت تنها برنامه‌ای بود که روی گوشی من می اومد و همه ویژگی هایی که من می‌خواستم رو هم داشت. هم تایم لپس ثبت میکنه، هم پنجره رفرنس داره و میتونید رفرنس اضافه کنید. حتی انیمیشن هم میشه باهاش ساخت ولی نه خیلی حرفه‌ای. یاد گرفتنش هم خیلی سریع و راحته. ابزارهای خوبی هم داره، حتی ابزار پرسپکتیو هم داره. براش پیکسل آرت داره که میشه باهاش پیکسل آرت هم کشید و معایبش براش‌های خیلی کمی داره، به خاطر همین انتخاب هاتون محدود میشه که این یکم بده. ولی برای کسی که هیچ برنامه‌ای روی گوشیش نمیومد همینم خدا بود. یه مشکل دیگه‌ای که داره اینه که سایز براشش خیلی کوچیکه و از یه جای به بعد بزرگتر نمیشه. وقتی با گوشی نقاشی میکردم خیلی اذیت نمیشدم، ولی تبلت که صفحش بزرگتره پاک کردن با همچین براش کوچیکی خیلی سخت میشه یا حتی رنگ کردن. به صورت کلی های پینت برای کسایی که گوشی قوی ندارن خیلی انتخاب خوبیه و امکانات زیاد و تنوع براش خوبی داره، اما اون براش های عجیب و غریب دیجیتال آرت رو نداره. پس بهش میدم 7 از 10. به نقاش میدم 10 از 10 چون خوشگل شد. نظر شما راجع به های پینت چیه؟ اگه برنامه‌اش رو دارید توی کامنت ها بهم بگید. این دفعه تصمیم گرفتم تم کاراکترها سیلی باشه. به خاطر همین پشت هرچی که تایپ میکردم یه سیلی میذاشتم و عکس هایی که پینترست بهم پیشنهاد داد اینا بود. بریم سراغ اپ. این برنامه بیشترین امتیاز رو توی گوگل پلی داشته که من یکم اینجوری بودم که چی؟ من وقتی این برنامه رو داشتم خیلی سرش هرس میخورد. الکی همین رو سخت میکنه. البته شاید من فقط با این ویژگیش مشکل داشته باشم. مثلا برای کوچیک بزرگ کردن براش باید حتما بزنی روی براش تا بتونی کوچیک بزرگش کنی یا حتی پاک کنش. ابزارهاش همشون یه جای پرت و یه نقطه کوری ان واسه خودشون و اگه کسی عادت نداشته باشه به برنامه بعد 2 ساعت فقط دنبال ابزارها بگرده و اینکه به نظر من یکم نقاشی رو بی‌کیفیت میکنه. اگه اینا رو در نظر نگیریم مزایای خوبی هم داره. مثلا یه عالمه براش داره که من وقتی روی گوشی نقاشی میکردم نصفشون برام نمیومد چون برای گوشیم سنگین بود. کلا باید حواستون باشه هر چقدر یه براش عجیب تر و باحال تر باشه احتمال اینکه سنگین تره بیشتره. تایم لپس هم میتونه ضبط کنه، میشه رفرنس هم اضافه کرد. البته پنجره رفرنس نداره، فقط میتونی اضافهش کنی روی بوم نقاشی که یکم شلخته میشه ولی همین که میشه اضافهش کرد خوبه. ابزارهای خیلی زیاد و مفیدی هم داره ولی کارهای خفن مثل انیمیت کردن یا پیکسل آرت یا مانگا رو نمیشه باهاش انجام داد و من به این برنامه میدم 5 از 10 چون من واقعا نمیتونستم تحملش کنم. یعنی فقط خواستم زودتر نقاشی رو تمام کنم برم بیرون. میدونم بهترین برنامه نقاشی گوگل پلی شده
و کلی مزایای خوبی داره، ولی من نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. برای من کار کردن باهاش حس خوبی نداشت و به نظرم این خیلی نرمال و مهمه، چون هر کسی یه برنامه داره که باهاش احساس راحتی میکنه و با خودش میگه این همون برنامه است. ولی من با اینفینیت پینتر این حسو نداشتم. این برنامه رو به گروه خاصی پیشنهاد نمیکنم چون دوستش ندارم. راستی برنامه نقاشی مورد علاقه شما یا برنامه‌ای که الان باهاش نقاشی میکنید چیه؟ توی کامنت ها بهم بگید. برنامه بعدی آیبیس پینت که بهترین برنامه برای کسایی که با انگشت نقاشی میکنن. این دفعه تصمیم گرفتم تم دلغک داشته باشم، مخصوص کسایی که با انگشت اینا عکسایی بود که پینترست بهمون داد برای فیگور و لباس و مدل مو و میکاپ. من همیشه خیلی دوست داشتم با آیبیس پینت نقاشی کنم، ولی اصلا روی گوشیم نمیومد. به خاطر همین برام حسرت شده بود که من یه روز با این برنامه نقاشی کنم. یکی از دلایلی که من آیبیس پینت رو خیلی دوست داشتم این بود که کلی براش داره و همشون هم خیلی جذاب و باحالن. تازه اگه حس کردین این براش ها کافی نیست، میتونید از توی پینترست یا خود برنامه براش هایی که بقیه ساختن رو اضافه کنید و دریایی از براش داشته باشید. گن با آیبیس پینت میشه انیمیشن و مانگا هم ساخت، ولی من اونو امتحان نکردم پس نظری ندارم. اما اگه شما بلدین توی کامنت ها بهم بگید. براش پیکسل آرت هم داره که من خیلی پیشنهادش نمیکنم خاطر تجربه‌ام از ویدئوی پیکسل آرت. پنجره رفرنس هم داره که کلی رفرنس میشه اضافه کرد و تایم لپس هم خیلی روون و خوب ضبط میکنه. یکی از بزرگترین مزایای آیبیس پینت به نظر من کامیونیتی بزرگیه که داره. کلی آدم ازش استفاده میکنن، به خاطر همین کلی ویدیو آموزشی و ترفندهای مختلف ازش همه جا هست. پس اگه یه نفر کار کردن با برنامه رو بلد نباشه، کلی ویدیو آموزشی برای این برنامه هست که هر جا گیر کردین میتونه سریع مشکل رو برطرف کنه. ابزارها و کلا همه چیزش هم خیلی ساده و جلوی چشم آدمه و جای خاصی قایم نشدن. من این برنامه رو به همه پیشنهاد میکنم، مخصوصا کسایی که با انگشت خلاصه من به این برنامه میدم 9.5 از 10 و به دلغکم میدم 8 از 10، چون قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود مثل نقاشی قبلیم که با این براش کشیدم یه حس رویایی بده، ولی الان حس جوجه تیغی میگیرم ازش. تصمیم گرفتم یه فنارت از اوسی خودم ژنرال تیم تام بکشم. مدیبنگ خیلی شبیه آیبیس پینت بود، براش‌های خیلی زیادی داره ولی یکم شلخته است. آیبیس پینت گزینه سرچ داشت و میشد سریع چیزی که میخوایم رو پیدا کنیم از توی براش‌ها، ولی مدیبنگ من هرچی گشتم نداشت. پنجره رفرنس هم نداره، فقط میشه به صورت عکس روی بوم نقاشیت رفرنس رو اضافه کنی که یکم رو مخه ولی بازم بهتر از هیچیه. تایم لپس هم فکر کنم داره، چون گزینه شروع یا تمام شدن تایم لپس داشت ولی من پیدا نکردم کجاشه دقیقاً. کلا کار باهاش کم سخت بود و به نظرم برای یه مبتدی دیوونه کننده است که بخواد باهاش کار کنه، ولی بازم اینجوری بودم که خیلی اپ خفنیه، باهاش هم مانگا میسازن، کیفیت نقاشی رو خراب نکرده. کلا داشتم تو دلم ازش تعریف میکردم که یهو تصمیم گرفت وقتی که نقاشی رو کامل کرده بودم و داشتم سایه میزدم هنگ کنه و من از برنامه بندازه بیرون و گفت بکاپ گرفت. ولی وقتی بازش کردم دیدم هرچی رنگ کرده بودم پریده. یکم اعصابم خورد شد چون کلی سر رنگش وقت گذاشته بودم و اونم تصمیم گرفت دقیقاً رنگ‌هاشو سیو نکنه. خودم روی گزینه سیو نزده بودم چون کلا موقع نقاشی یادم میره این کارو بکنم. به خاطر همین همونجا همه امتیازهای مثبتی که بهش دادم و پس گرفتم. طراحیم هم سیو کردم و رفتم توی کریتا رنگش کردم و بهش هم میدم 1 از 10، چون تصور کن یه مانگا یا یه نقاشی رو با جزئیات کشیدین و یهو همچین اتفاقی میفته. اگه سختی برنامه براتون مهم نیست و یادتون نمیره که سیو کنید، انتخاب خوبی میتونه باشه. جدای از این اتفاقا بهش میدادم 9 از 10 چون داشت خفن پیش میرفت. به تیم تام هم میدم 10 از 10. نظر شما راجع به مدیبنگ چیه؟ فقط من باش مشکل داشتم؟ توی کامنت ها بهم بگید. کریتا برای کریتا تصمیم گرفتم فنارت یکی دیگه از اوسی هام یعنی لیتل جیمبا رو بکشم. کریتا واقعا نیاز به گفتن نداره، به نظر من بهترین اپ همینه.
کلی قابلیت داره که من نصفش رو هنوز کشف نکردم و مهمتر از همه نقاشیتون رو براتون رنگ میکنه و بعدش میتونید سایه و نور و اینا رو اضافه کنید که این پروسه کار رو خیلی سریع میکنه. براش‌های خیلی زیادی داره و حتی بازم میتونید از اینترنت بهش براش اضافه کنین. ویدیو آموزش‌های خیلی زیادی هم راجبش توی یوتیوب هست. من تا حالا نتونستم باهاش روی تبلتم تایم لپس بگیرم ولی روی کامپیوتر فکر کنم میشه. رفرنس هم میتونید به شکل عکس اضافه کنین چون پنجره رفرنس نداره. یکم دور و براتون شلوغ میشه ولی به جاش نامحدود میتونید عکس اضافه کنین. من تا حالا هرچی اضافه کردم بهم گیر نداده. کیفیت نقاشی رو هم اصلا خراب نمیکنه. وقتی خروجی میگیرم هم هنوز با کیفیته و کلی ابزار خفن داره که بازم میگم من هنوز نصفش رو نتونستم کشف کنم. خیلی‌ها میگن کار باهاش سخته. برای منم اول بار همینطور بود ولی 2-3 تا نقاشی که بکشید و توی گوگل راجبش سرچ کنین خیلی سریع یادش میگیرین. ولی تنها بدیش اینه که خیلی سنگینه و ممکنه روی هر تبلت اندرویدی یا گوشی این نیاد. هم میشه باهاش انیمیشن خفن و واقعی ساخت، هم مانگا و هم پیکسل آرت و از طرفی هم خیلی شبیه فتوشاپ هست اما مخصوص نقاشی. به خاطر همین من بهش میدم 1000 از 10. این باب هم 10 از 10. و در آخر کدوم اپ واقعا بهترینه؟ رتبه اول برای اپی نیست جز آیبیس پینت. به نظر من همه ابزارهایی که باید داشته باشه رو داره و روی همه گوشی ها هم میاد. همین میتونن ازش استفاده کنن. رتبه دوم هم برای های پینت هست چون حتی برای کسایی که گوشی ضعیف تری هم دارن کار میکنه. البته می‌خواستم بدمش به مدی بنگ ولی مدی بنگ با من خوب نبود. رتبه سوم هم برای کریتا هست فقط چون روی هر گوشی نمیاد و برنامه‌اش سنگینه گذاشتمش رتبه سوم. نظر شما چیه؟ به نظرتون کدوم برنامه نقاشی اندرویدی بهترینه یا کلا به نظرتون کدوم برنامه نقاشی بهترینه؟ توی کامنت ها بهم بگید. مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردین. توی ویدیوی بعدی میبینمتون و خدا نگهدار. Baba Bowie.